کشور چین پس از شناسایی بیماری ویروس کرونا در شهر ووهان، دولت با تدابیر و قوانین سختگیرانه استان هوبی و شهر ووهان با حدود 60 میلیون نفر را قرنطینه کرد. انتشار این بیماری همزمان شده بود با عید بهاری چین. 60% مردم این کشور در سالهای گذشته در این ایام به سفر می‌رفتند، اما با این خبر همه مردم سفرهای خود را لغو کردند. وقتی مردم این خبر را شنیدن، از فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و ترمینال‌ها به خانه بازگشتند و این یکی از همکاری‌های بسیار خوب مردم بود. آمار مبتلایان در پرجمعیت‌ترین کشور جهان 86346 تن و تعداد جانباختگان نیز حدود 4634 نفر عنوان شده است. یکی از پرسش‌هایی که به ذهن مخاطب می‌رسد این است که چگونه این کشور بزرگ توانست بر این بیماری فائق آید. تمام مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانجات و ادارات تعطیل شدند و همه یک هدف داشتند. آن هم مقابله با ویروس بود که نقش خوبی هم داشت. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌هایی چون اطلاع رسانی دیجیتال و رسانه‌ای سریع و تقسیم اطلاعات بین دولت و شبکه‌های اجتماعی و بارکدهای بهداشتی روی تلفن‌های هوشمند توانست کشور را در مقابله با این ویروس جلو ببرد. مردم به بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها نمی‌رفتند. از طریق ارتباط تصویری با پزشک ویزیت می‌شدند. مردم این کشور همچنان شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند. برای ورود به مجتمع‌های مسکونی، ایستگاه‌های حمل و نقل و فروشگاه‌ها از ماسک استفاده می‌شود و تبع افراد به طور دقیق کنترل می‌شود. یکی از اقدامات بسیار مهم مردم چین در بحبوحه ویروس کرونا این بود که به مدت 1 ماه از خانه‌های خود جز کارهای ضروری خارج نمی‌شدند و این موضوع نقش مهمی در مهار و کنترل ویروس کرونا داشت. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، فشار.